داخل این ویدیو از تکنیک کوتاه بلند استفاده کردم، یعنی یه فکت عجیب کوتاه و یه فکت جذاب بلند. بدون معطلی بریم سراغشون. خفاشا عادت ماهانه دارن. از 1400 گونه خفاش 4 گونهشون چرخه قاعدگی دارن. این گونه ها یه چرخه قاعدگی رو میگذرونن که 21 تا 27 روز طول میکشه و زمان خونریزی اونا 5 روزه. اسکارفیس یا صورت زخمی بزرگترین امپراتوری ثبت شده رو بین شیرای جهان داشته و یکی از مشهورترین شیرای جهانه. اسکارفیس هر نری رو که تصمیم گرفت اونو به چالش بکشونه یا کشت یا به بدترین شکل سرکوبش کرد و فرقی بین بچه‌ش و غریبه نمیذاشت. او کاملا به یک قلمرو بزرگ تسلط داشت و رفتاراش مثل یه سلطان واقعی بود. حتی موقع مرگ و با وجود پیر شدن و بیماری او 25 مایل پیاده روی کرد تا همون جایی که متولد شد بمیره. خیلی کم پیش میاد که یه شیر نر به دلایل طبیعی بمیره، اما این اتفاق برای اسکارفیس افتاد و او در آرامش و بدون مزاحمت کفتارها مرد. شترمرغا میتونن سریعتر اسب بدون و شترمرغ نر قرشی مثل شیر داره. فکر کنید قرش یه شیر از یه شترمرغ بیاد بیرون، خیلی جذاب میشه. عقاب هارپی خطرناکترین و کشنده ترین پرنده دنیاه. این پرنده شکاری به حدی خطرناکه که جمجمه و مغز انسان رو مثل انگور له میکنه و اونو میکشه. پاهاش به ضخامت مچ کودکی و پنجه‌هاش بزرگتر خرس گریزلیه. توی مناطق جنگلی زندگی میکنه و بهش لقب فرمانروای جنگلای بارونی رو دادن. این پرنده بیشتر به شکار میمون و تنبل علاقه داره و با سرعت بیشتر از 80 کیلومتر اونا رو میدزده و شکار میکنه. زنبور جواهر با گاز گرفتن سر سوسکا به مغزشون ماده‌ای منتقل میکنه که اونا تبدیل به زامبی میشن. بعد مثل اسب سوار سوسک میشه و اونو به لونه خودش هدایت میکنه تا بچه‌هاش ازش تغذیه کنن. اسلولوریس یا همون چشمگرد تنبل توی نگاه اول بی‌آزار، بامزه، مظلوم و خجالتی به نظر میرسه، اما در حقیقت یکی از سمی‌ترین و خطرناکترین پستاندارای روی کره زمینه. جالبه بدونید که قلقلک براشون حکم شکنجه رو داره و اگر احساس خطر کنن با ترشح سم بدنشون از خودشون دفاع میکنن. جوجه تیغی مادر اگر احساس کنه خطر جدی نوزادش رو تهدید میکنه اونو میخوره تا مواد غذایی موجود داخل بچهش به جای شکارچی بدن خودش برسه. سگ وقتی صاحبش رو میبینه مغزش همون مواد شیمیایی رو ترشح میکنه که ما وقتی به کسی که دوستش داریم نگاه میکنیم. سگا تنها حیوانایی هستن که صاحبشون رو بیشتر خودشون دوست دارن. اونا وقتی حرفتون رو نفهمن سرشون رو کج میکنن، اما اگه بفهمن حالت عادی دارن. جالبه بدونید که حس بویایی سگ نژاد بلاد هاوند توی دادگاه نوعی مدرک حساب میشه، چون که این نژاد میتونه بویی که 12 روز ازش گذشته رو تشخیص بده. اسب دریایی تنها حیوانیه که جنس نر باردار میشه و شیرشون صورتیه. وال یا نهنگ آبی از دایناسورها قدیمی‌تر و بزرگتره. طولش به 30 متر میرسه و وزنش 200 تنه. بزرگترین موجود کره زمینه و تقریبا توی همه اقیانوسات دیده شده. طول عمرشون 110 ساله و 11 میلیون سال پیش کف اقیانوسای کره زمین زندگی میکردن. طول نوزاد وال به 8 متر میرسه که روزانه 190 لیتر شیر میخوره و سریعترین رشد رو بین موجودات داره که روزی 90 کیلو وزن اضافه میکنه. زبون وال هم وزن فیله، قلبش هم به اندازه یه ماشینه و قوی ترین صدا رو بین موجودات زنده تولید میکنه. تقریبا 30% از صدای موتور هواپیما بیشتره. دیدن سوسک توی طول روز داخل خونه یعنی خیلی از اونا توی خونتون دارید، چون سوسکا از نور متنفرن و بیرون اومدنشون توی روز یعنی تعدادشون اونقدر زیاد شده که مجبور به خروج از مخفیگاه شدن. تسلیت میگم، فکر کن وقتی داری توی جنگل قدم میزنی یهو صدای تفنگ اسباب بازی میشنوی
یا حتی صدای گریه بچه. چنگمرغ پرنده حیرت انگیز و عجیبه که فقط توی استرالیا و استاد بی‌بدیل تقلید صداه. این پرنده تقریبا میتونه هر صدا رو تقلید کنه، مثلا آژیر دزدگیر، اره برقی یا حتی شاتر دوربین. چنگمرغ از عجیب ترین و کمیاب ترین حیوانای جهانه که هر صدایی که دور و برش به گوشش میرسه رو میتونه تقلید کنه. جنس نر این پرنده در کنار تقلید صدا دم بلندی داره که برای معاشقه و جفتیابی از اون استفاده میکنه. شاید شما هم فکر میکنید که شتر برای صحرا و مناطق گرم ساخته شده، اما اصل زیستگاه شتر مناطق قطبی و سرده و دوامش توی قطب شمال 2 برابر صحراه. اختاپوس غول‌پیکر به جز جثه خیلی بزرگش، خونش آبیه، 3 قلب داره و بدنش پروتئین خالصه. او همچنین میتونه بازوی قطع شدهش رو دوباره بازسازی کنه. 8 بازوی قدرتمند داره که میتونه انسان رو به راحتی از بین ببره. البته اونا حمله به انسان‌ها و کشتی‌ها رو توی پرونده دارن، ولی قتلی به دست اونا انجام نشده یا شاید هنوز به ثبت نرسیده. اختاپوس وقتی راه میره همه از سر راهش میرن کنار. مخ زدن فقط مخصوص انسانا نیست. جالبه بدونید عنکبوت نر هدیه‌های معمولاً بی‌ارزش مثل پوست حشره‌ای که قبلا خوردش رو با تار خودش کادو میگیره و به ماده تقدیم میکنه. وقتی ماده سرگرم خوردن هدیه با او جفتگیری میکنه. این نشون میده هوش سرشاری داره. هر حیوانی رو از بچگی داشته باشی و بزرگش کنی میتونی به خودت وفادارش کنی. حتی گرگ، تنها حیوانی که به هیچ کس وفادار نیست، ماره. حتی ممکنه کسی که بزرگش کرده رو بخوره. مارا ناشنوا هستن و محیط اطراف خودشونو با ارتعاشایی که از زمین میگیرن احساس میکنن. زهر کشنده مار درختی آفریقایی باعث میشه خون شما از هر سوراخی توی بدنتون خارج بشه تا زمانی که بمیرید. اگر ماهی قرمز رو توی یه اتاق تاریک بذارید کم کم رنگش سفید میشه. 3 تا حیوان هستن که زمان مرگشون رو میدونن. او، شامپانزه و فیل. او از زیباترین موجوداته که توی طول زندگی صدایی نداره. فقط روز مرگش صدا شبیه ناله شنیده میشه و این ناله به آواز قو معروفه. شامپانزه چند روز قبل مرگش یه گوشه میشینه و منتظر مرگ میمونه. بقیه شامپانزه ها هم براش غذا میارن و نوازشش میکنن. فیلا هم مثل شامپانزه ها هستن. اونا هم برای فیلی که در حال مرگه به عنوان هدیه گیاه میارن و ازش مراقبت میکنن. پوسه ها تنها حیوانایی هستن که هیچ وقت مریض نمیشن و میتونن دندونای خودشونو بازسازی کنن. اونا فاصله دورتر 5 متر رو نمیبینن و با شنیدن ضربان قلب تومه اونو شکار میکنن. سرخپوستا داستان عقابی رو میگن که وقتی عمرش به آخر نزدیک شد چنگالاش بلند شدن و انعطاف گرفتن تومه رو دیگه نداشت. نوک تیزش کند و بلند و خمیده شد و بالای پیرش بر اثر کلفتی پر به سینه میچسبه و دیگه پرواز برای سخته. حالا عقاب 2 راه داره: بمیره یا دوباره متولد بشه. او گزینه دوم رو انتخاب میکنه. عقاب به قله‌ای بلند میره، نوک خودش رو اونقدر به صخره‌ها میکوبه تا کنده بشه و منتظر میمونه تا نوک جدیدی رشد کنه. با نوک جدید تک تک چنگالاشو از جا میکنه تا چنگال نو در بیاره و بعد شروع به کندن پرای کهنه میکنه. این روند زجرآور 150 روز طول میکشه، اما بعد از 5 ماه عقاب تازه‌ای متولد میشه که میتونه 30 سال دیگه زندگی کنه. برای خوب زندگی کردن باید تغییر کرد، درد کشید، از آنچه که دوست داشت گذشت، عادات و خاطرات بد رو از یاد برد و دوباره متولد شد، یا باید مرد. انتخاب با خودتونه. حالا شما بگید عادتهای کدومی که از این حیوونا عجیب تر بود؟ حتما توی کامنت ها بنویسید. ویدیوهای قبلی در انتظارته، از دستشون نده.